باری دیگه سلام علیکم برادرها. حاضر آمدیم این فهمیدیم همین از общежит در حقیقت زمنچنی که همین کارخانهشون گرفته پرت افتاست. یا بچه توجیک رو گرفته از پرت افتاد. برادرها بسیار من دلگیر شدم، بسیار عصبی شدم. این قدر آدم ترسو نمیشود. نخود در پیش شما همین قدر زدن شه، یک آدم در مابین 5-6 آدم زده، یک کس خلاص نکرده. از دوم اتاج اینجا رنگ سوم اتاج، از سوم اتاج پرت افتاست گرفته. از سوم اتاج گرفته بچه توجیک یک خری پدنالات پرت افتاست که دیگه همه تماشا کرده اید. نخود با دو میلیستر رفته شما گفته باشه که ما ندیدیم این کارا. عیبه، این شرمندگی، این بی‌ناموسی بین آدم نخواه این قدر ترسونچک شود. شما نخواه از یک تا دپارتاسیا ترسید. شما حتی دپارتاسیا میترسید، همین با دهان شما دپارتاسیا میکنم میگم دیگه شما همه شما ترسیدگی. عیب شرمندگی نیست. آخه همین ریسک شما در کجای باشد همون خداوند میتید. یک برده است، یک نیم برده است، در کجای باشد میتید. عیب دانیده جوانای تاجیک، عیب شرمندگی. و خدا آدم بسیار مثال وای نشوید، آدم ایزو میکشد وقتی که گوید که من تاجیک هستم. نخود برادر شما از دوم اتاج یک خری پدنالات مابین 5-6 جوانمرد تاجیک شما میزند، شما تماشا میکنید، با رفته بیانات مینویسید که دمیلیسا ما ندیدیم. قنداتون نزنید در این بیناموسی.